هیچ محل کوشش کن انسان هایی که زن میزوجن قطعی اینا رابطه نکن. همین ما بسیاری مرده که داریم زن میزوج هست. آدمی مردکای زن میزوج قطعی رابطه جورگی نکن، زیرا انسان های زن میزوج در جامعه را آبرو ندارن، آبرویت را از بین میبرن. همیشه انسان های مرد قطعی چکار کن رابطه کن. و پرسیدیم مردی چیست حضرت؟ گفته هر کسی ده که 4 خصلت دیده و مرده. چند خصلت؟ 4 خصلت. یکم گفته صداقت، دوم وفا، سوم اراده، چهارم اخلاق. در اینجا نامی اولت نیاورده که اولت مردی داشته باشه مرده. و ما باید آدمی صادق باشیم، صداقت داشته باشیم، وفا داشته باشیم، بعد این اراده داشته باشیم، بعد اراده اخلاق با تربیت همه بیارم. 4 خصلت در کسی که داشته باشه عزیزان او انسان چیه؟ مرده. صداقت باوری گفته. صداقت چی گفته؟ باوری. باید ما از دیگری ما باوری داشته باشیم. وقتی میگی من دوست فلانیم باید باوری نداشته باشی. ما دوستیم، اخلاقت نیک نباشه نسبتی وای. ما دوستیم، اراده زور نداشته باشی. ما دوستیم تو در کار خودت مقصد دیگه وفا نداشته باشی. نه ولی عزیزا تو دوست نیستی. تو مرد از مردی گپ نزن در یک اونجا. این 4 خصلت نیست ای مردی گپ نزن در یک اونجا. یا شوشوی وزیره میگن بینی به مزه بچه‌ها. تربیت عزیزا تربیت کردن در کار. این منبر آباد باشه، این مسجد آباد باشه، همه جای دنیا ده، همه جای دنیا ده. وقتی گفتگوزار شدن گیره مردم اصلاح میشود. مردم چی میشود؟ اصلاح میشود. قوره علابه که او را سرخ میکنن در او تیلا را میریزه زرگر، او تیلا را نامش فتن بده. چی بده؟ فتن. و او میجوشانه تیلا را بالای تیلای اگر غجدی داشته باشه بالا میبراید، تیلا پایان میمونه. ایمی کلمه فتنه را گرفته گیم. این یک فتنه میشود. این همین جده چیرک مومن منافق همش معلوم میشود. تا فتنه نبیایه معلوم نمیشود عزیزا. اما قورت هم میجوشالو، اوهن جدا میشود، سنگ جدا میشود، تیلا جدا میشود. انا با تیلای نو با میگیرن گوشوار میسازن. چی میسازن؟ گردن بند. تا فتنه نبیایه بالای سرده انا میخواد امتحانا قوره نبیایه. ولی من نمیگم همه آدم خوبه، برای تربیت کردن در کاره. اما که امام ابو حنیفه شاگردشان تربیت میکنن. وصیت 59 وصیت نامش: ابو یوسف فرزندم خودت خرید و فروش نکن. برای دکانت همیشه آدمای تاجرای خوب انتخاب کن، کرایت. زیرا که تو اگر در تجارت خوش شوی تو از اعتماد از آبرو دور میشی. همین شما پیش دکانا قدیگه زره که فقط میگه دشنامه. اگر همونجا 10 تا دکان باشه 1 تاش آدم به معنی باشه، 9 تا به معنی باشه، 10 هم دمو خوشه. این هیچ مال ور نمیگه آدمای خوبن. 10 ها آدم شکایت میگه اینجا. میگه دادر همه آدمای خوب هستن، یک عمر خوبی رو نمیگم. همه حکم میگم همش آدمای خیلی هم. برای چی؟ ابو یوسف بچم دکان میکشوی، مغازه میکشوی، سوداگر گیر. خودت نک برش بیار نگاه کن کرایتش تا وقارت پیش مردم باقی بمونه، آبرود باقی بمونه. زیرا سوداگرها وقتشان بیهوده میگذره. سوداگر مردم وقتی میشناس تجارت میکنن اینا وقتشان بیهوده میگذره. نیمی را پس بنمازم. شما نگوی یا نمازش قضا میکنه یا نمازش نمیخونه یا انا همونجا غوغا تو بگرم ممکن بگم دهنش در میکنه گاو زدن به چراغی همون تا خواب میشه بامداد نمیخونه. اگه این علم کتاب دوره دیگه بیچاره. کوشش که خودت سودا نکن، یگان سوداگر گیر، آدمی با اعتماد باوری باشه، کرایش ده، وقت بیهوده نگذران که آدمای سوداگر وقتشون بیهوده میگذرن. میگذره میره علم خوندن نمیتونن، دعوت گوش کردن نمیتونن بیچاره. و همین خیلی میگی ای سحر تو بگر همین خیلی عصبی میکنن دیگه ورق کتاب خوندن نمیتونی.
عمرتا بهده نگذران، عمرتا غنیمت دان. هیچگاه در کارهای چی دنیاوی ای چی آخروی ای بپروا نشو، زیرا خداوند هم ای کاری دنیاوی میپرسه هم ای کاری آخرت. در کارات بپروا نشو، کمبغلی ای بپرواگی ای، قشاقی ای بپرواگی ای، قرضدار شدن ای بپرواگی ای، بی‌پول شدن از بپرواگی ای برای آدم متهم انم خیلی میشوه. همه این از بپرواگی ای. بپروا نشو در کارات، چی دنیاوی باشه چی اخروی، زیرا اینکه دنیاویش هم خدا میپرسیده اگه بچم اخرویش هم هر دوش خدا میپرسیده. بپروا نشوی، هیچ مال نگوی که کاری دنیای میشه، نه بپروا نشو. وقتی که امیر تیمور اول سرلشکری امکش بوده، یک جمعه رو کمپیر میگه آشخانه ده که یک کاسه شوله بیار مانده و شوله میبیاره و همین گرم بده است، همین نیم کلاسوز خوردن میگیره سراسیمه و با یک کمپیری شوله بیار میگه که همین شوله خریوی تو جنگوی امیر تیمور. میگه نفهمیدم، میگه اگر امیر تیمور صبر میکنه شوله را میگه تو باد کشیده بخری همش هم میخری و سسته. اگر امیر تیمور ایجا را گیره امیر مونه خشرو نگاه کنه با دویم شهر را گیره اوجا آدم خشمون همیخه میخه دنیا را میگیره. یه نصیحتی کمپیر قطع امپراتور دنیا میشوه. یک نصیحتی کمپیر میگم جنگای امیر تیمور شلخریوی تو، این خودش امیر تیمور بوده. همین شوله را باد کشیده گفت خریفته همش هم میخری جنگ همیه. جنگ چقدر باد کشت گفته شوله را خنه کرده بخیر. ما بسیاری کارده سراسیمه ایم. همین رنگی کاسه شوله را میبینی همین باد کش، همین زندگی را باد دادن خنک شدن میگیره خودش. چیزی خنک رو میزنه، چیزی خنک روزه داره ما استفاده میبریم. برای همین گوده که کاری دنیاوی و کاری اخروی ده بپروا نشو که خدا میپرسه. این کاری دنیاوی ده خدا میپرسه. او زیردست داری او نگاه میکنن او منتظرن که نگو کاری دنیای با میشوه. نه عزیزم، اگر میپرسنه کاری اخروی هم میپرسنه. گو در یگان جا از حاکمای دور از نامشون گپ نزن، از وظیفه هاشون گپ نزن، کاری امور دولت کوچه نبرور، تمامی سیر دولتی را بیرون در گپ نزن. دولت به صاحب نشته که در کوچه و بازار حل شود. دولت جا داره ابو یوسف بچم. بعد از او هیچ مهر کاری سلطان و خیش و اقربا و فرزندای او را در هر جا گپ نزن. مردم تو را استفاده میبرن. اگر استفاده بردن نزد سلطان و فرزنداش آدمی پست میشی. اگر کاراشون نگیری و کارشون بود نکنی مردم به تو اعتماد نمیکنن، گمونی بد میکنن. هیچ جدا از نام هر کس گپ نزنید، هیچ جدا. ابو یوسف بچم از نام سلطان و پیرواش آدماش گپ نزن. گپ میزن استفاده میبرن با آدمو. اوجا که در اومدن میگیری آبروی تو پس میشه. اگر کار بود کردن نتونی با پیش او آبروت پس میشه. با کاری دولت و کاری مقصد حکومت به صاحب نیست که در بازار و در چایخانه حل شود. ما جای خچه داره. این کارو در خوش نشد، نگو در یگان جا. از امور از این کارو در یگان جا گپ نزن. از این کارو دور باش ابو یوسف. در رسول الله صحابه شمیدید. امروز همینه عزیزو، تربیت بده، تربیه بده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یک روز به بالای امت من فرا میرسه که علماشون رنگ سگ میکشن و علما برای اون هیچ ارزش نداره. قسم به خدا من بسیار اهمیت ذکر میکنم که علما نزد ملت ما در زیر قدر نداره، هیچ قیمت نداره. شما باور کنید، شما گمان نکنید که علما قدر داره دمو بی‌نهایت. یگونگر حرمت عزت نداره. یکی این نشانه‌های قیامت بدستین. قدر در اون نیست که تو علما در خانه انداز ماشین گیر پولتهی، نه، این در کار نیست. حرمت شایسته گم شده. اگر انسان از خفای آدم نماز میخونه والله غیبت میکنه آدم، این همین نماز میخونه بیرون میبره گمانی بد داره آدم ده. هزارو گپ تومت میکنن، قسم به خدا سلامی ساز نمیکنن. علما قدر نداره دیگه. یا من نه، هزارها علما ما نمیدونن قدر نداره برای مردم ما.
این ای تربیه‌ای بدای، ای مادری بدای، ای پدری بدای، ای محیطی بدای. حرام خورن، حرام قلب سخت میکنه، حرام آدم بی‌رحم میکنه، حرام آینده بینی را بد میکنه. آدم حرام خورد دل سخت میشود، حرام خورد دعاش قبول نمیشود، حرام خورد بی‌رحم میشود. دیگه به اینا را حضرت رومی گفته است که اینا را به حال خشان مونه گفته اینا گرگن، گرگ که دیگر سعید که نیفته به جون دیگرش میغلطن. وقتی از گرگ شکارش برار نمیگرفته است و نظر میکرده که کدامش ضعیف هم به همه کس هم مداخل میکرده است و همون را میخوردیم. باور کنی امروز بینین که بین ما گروه ها، بین همین به تربیه ها چی خیلی بدن بین خودشون زدن نکرد. دیگر همین خیلی کردن که یک دیگرش نابود دارن، یک دیگرش خودشون محبسی کرده استیم، یک دیگرش از بین برده استیم. برای چی؟ تربیت نیست. اکنون باید زمان رسیده است که مردم تربیت بسیار کردن در کره، اخلاق زیاد گفتن در کره، مردم تربیت یابه. خصوصا کلانو از یوشای حضیره بسیار زیقن، خشان میگن یوشای حضیره میگن بینی اوید به مزه بچه ها. تربیت عزیز و تربیت کردن در کره. حضرت سعدی در بوستانش بسیار یک پندی زور و خیلی پندی لذیذ برای ما و شما پیشنهاد میکنه که اطراف نظر کردم، همه را دیدم و خواستم که آدمی نزدیک به خودم یابم و دوست یابم. این بر دیدم همه طرف دیدم و در کلام خدا دیدم که خدا گفته که نحنو اقرب الیک من حبل الورید، من برای شما از رگای دلتونم نزدیکم. چون میکنی آدمی نزدیک گفته دیگه، چون میکنی دوست گفته دیگه. این تربیه دین میگن. وقتی که خدا برای ما از رگای دلمونم نزدیک باشه چی در کرد دیگه برای ما کوچوی تربیت های. باید شکایت هامونه، دعاهامونه، نیایشمونه، صدقه هامونه، احسان هامونه همشه برای همو کنی مخی برای ما از رگای دلمونم نزدیک بوده. بعد از اون حضرت گفت است برای من چی در کرد دیگر مخلوق. وقتی که برای من از رگای دلمون نزدیک باشه بیا همو را قپون. تربیه دین بینن که ما رو چه خیلی تربیت میتید دین. برای ما خدا از رگای دلمون نزدیکه. هیچ کس جای خدا را نمیگیره. برای ما چقدر او نزدیک بوده. روزای جمعه ما درسای اخلاق یاد میمونیم که ما تربیت یاد گیریم، اخلاق یاد گیریم. حضرت علی کرم الله وجهه یک آثار عجیب حضرت روایت کردن، یعنی آثار صحابه که در دین ما حجت و دلیل میشوند. گفته یک روز میشه که اسلام مثل یک پوستین وبر. پوستین وبر چی را میگن؟ پوستین وبر درنش ای سرب مثل میخ نیزه ها ساخته میشود که او را میپوشید تنت سیخ میکنه. ای بیرونش پوستین هست که او ای پوست خیرس میشود، پشم خیرس. ای بیرون بینند میگه غول آمده است در تنت پوشی با همون سوزنوش تنت سیخ میکنه. یه روز میشود گو که اسلام مردم هم خیلی نشان میتیم. یعنی نمو دینداری داره خودش، یعنی دینش بیزوره در او مردم دین ندیده است یا غول دیده است. یک روز میشود گو خیلی اسلام میبیو. گفتن ایروی چیه این؟ تو ایروی تربیه بد. ایروی چی بدن؟ تربیه بد. تربیه بدی مسلمان اسلام رنگ غول نشان میتیم. تربیه بدی مسلمان اسلام رنگ خیرس نشان میتیم. هم خودش ایمو دین استفاده نمیبره، نمیتونه برده برای که بدنش سیخ داره، همون پوستین های بدنش سیخ کرده است. میگن زن تا سطر پوشان میترسه، میگن دایوس نشو میترسه سیخ داره شا. اما میگه که تو مسلمان نیست، میگه نه الحمدلله مسلمانم. این کارو نکن بدنش سیخ میکنه، هم پوستای میترسه همون کارو کردن. دینش گفته است. اما با میگه که اوخی بیوخی چی به نکاح میکنی باشم؟ نکاح همه قپا، نکاح برش همه قپا. اسلام در نظرش رنگی همون پوستینی مقداره، بدنش خروشیده است، نصفش قبول داره نصفش نه، بیرونش مثل غول نشان داده است. یک تربیتایی که مردم نگاه میکنن اسلام همچه یک جاندار باری میبینه در بدنشان، حیرون میشن، میگن یا اسلامش
همه مسلمونیش گفتن ای چی میشه؟ تربیه بد. اگر تربیت نکنیم برادرو، اگر این منبرو خب کنن، این منبرو تربیت نکنن، این منبرو مردم به سوی انسانیت دعوت، به سوی کاری نیک دعوت نکنن، انسان بسیار تربیه بد خیلی دین هم خیلی نشان میتیم. دین همین خیلی نشان میتیم. یک دوره بود که کلاسیکای ما سلاهای کلان، ریشای کلان، جلکای کلان، همین خیلی کلاسیکایی بودن که همون بزرگای ما کلانشون قدی دنیا را نقش بستن. بعد اندک بعد تربیت های اومد دیگه ای کجا سلاها رفت، ریشا تراشیده شد، به جای او جلکا کستون بروپوشی شد، یک نمود کارایی شد که انسان حیران میشود. تربیه را بینین که 100 ساله شاعرای ما را یک نمود نشان داد که از اون میبینی و از کلاسیک نفرت میبینی. کلاسیکای ما چقدر شخصیت ها بودن، کدام مدرسه ها را تمام کردن، کیا بودن اونها؟ هر یکتی اونها در 12 سالگی قرآن حفظ کرده بود. هر یکتی اونها در 12 سالگی قرآن حفظ کرده. تربیت میگن عزیزو، اینا تربیت میگن. من همی در بین 20 سال 30 ساله که ما همینجا آمده، مردم ما شورتک پوش شد، مردم ما دیگه لباس تنگ پوش شد، مردم ما کرته آستین کالتا پوش شد، مردم ما دیگه بروکی تنگ پوش شد. باور کن دم کریستیانو نمیموندن، خیلی آدم مورد مرکو کلانو نمیموندن. در همین وادی های قراطیقین در همین زمان شوروی میگه آدمای جنس پوش که سلام نمیکردن، می دنبه و مویاش میتوف میگه اینا رو دور کنه، میگفتن اینو مقصد بسیار میگه گپای قبیح میگفتن کلاناش. اوز نه که خدا رحمت کنه، اوز بینه میل جنس، اوز تنها دیگه لخ دریدگه لباسایی که ریشتاش بر روی زمین های. خیلی اگر گپ خطا باشه باید خطا های، یا سرپسکنی ها یا کارو. این معنیش همینه که تربیت ها برغلط رفته. تربیت کردن در جامعه را تربیت کردن در کنه که به سوی تربیت رسول بیایم. این شوخی نیست. به اخلاق کسی تربیت نداره اسلام بیزیو نشان میتیم. کسی تربیت نداره اسلام بسیار بدرفتار نشان میتیم. مردم خیال میکنن که اسلام هم خیلی هست. برای همین اسلام تربیت در آینه نشان میتیم. آینه در نشان میتیم. یک بحث در مثنوی بین چینی ها و رومی ها. بین کیا؟ چینی ها و رومی ها. رومی ها گفتن ما بزرگیم، ما اینه، ما دولت داریم، دنیا دستی ما بود. خیلی امپرای رومش خودتان میدونه که چند صد سال دنیا را در زیر حمایه‌اش گرفته بود. ریم شرقی و ریم غربی همتون دولت های مقصد مرکز واتیکان ایتالیا را میدونید. کینوی گلادیاتور را تماشا کردگی هستی. مناظر عثمانی را میبینید. حضرت رومی هم رو بحث میبیاره، میگه بین چینی ها و رومی ها بحث خیست. چینی ها میگن خدا هم حکومت چین هم میدونه چه بزرگ گذشتگی هست، چقدر دیوال های بلند تاریخی چین همه تا نقض میدونید. بین اینا بحث شد. میگه رومی ها خیستن قلم گرفتن، میگن نقش ها کشیدن، دیوار ها را راست کردن، منظره ها کشیدن، یک رسم تصویر ها کردن که همه میگه حیران شد. گفتن هنری چینی ها را بینیم که چی میکشن. چینی ها هیچی نکشیدن. میگه برابر دی تمام نقاشی اونها رومی میگه اینها فقط آینه ساختن. اینو میگه هنری خشنه در آینه ایو دیدن حیران شدن. بیام های آدمایی شدن که دمو آدم خشنه بینن. در رسول الله خشنه مردم دید. این اصلا چینی رومی نیست، این ما را گفته است. رومی ها انمو خونریزا بودن، خونخورا بودن، انمو انسان هایی بودن که برای اونها آدم ارزش نداشت. و امروز برای این آدم ارزش نداره. و برای مسیحیت آدم ارزش نداره. برای منفعتشون هزار آدم قربانی کردن اینا. اما میگه این چینی ها کیان؟ میگه اینا آدم های اهل تربیت هن، اهل عرفان هن، اینها آینه هن. میبیوی در یو خطه میبینی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. پاک و پروردگار ما را برای راست هدایت که ما را توفیق بندگیت، ما را عزت، آبروت، فضلت، رحمت. یک برادرم مادرشان ختم قرآن کرده بودن در حق پدرشان. پروردگار ثواب این ختم در روح و روان پدرشان رسان. قبر پدرشان پر نور و روحش شاد گردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صفاتنا روز کرد.
از انس روایت بده که روزی قیامت برای هر فرزند آدم پیش دو کتفش تمام کتفاش ترازو را میبیارن میمونن، موکل های ترازو اما ملائکه ها میبیاین او را وزن میکشن، حتی وزن میکشن صدا بلند میشوه که فلانی در وزن بهشتی شد، میگه همه میفهمه. صدا بلند میشوه که فلانی جهنمی شد، همه میفهمه. خدای ما را صدامون به سوی جنت بلند شوه. خدای ما را آن روز ملائکه ها اعلان کنن که فلانی ها همش بهشتی هستند. در بین ما یه نفری هست یک اهل بهشت است. یک روایت که امام غزالی میبیاره یا نباش بده. نباش کفن دزده میگن. شب میرفته کفنا رو میدزدیده، روز میره نماز جنازه رو میخونه که کفنی خوشرو، میگه خیلی شب که میرم میدزدم خیلی پولی خوبه. شب میره میگه هوی میکنه که در داخل لحد کفن جدا کردن دکی صدا بلند میشه که ای بهشتی بس نمیکنی اولیام. در حال میگه چیما رو مونده گریختنی میشوه. حتی که در زمان حضرت حسن بصری میگه رخ داده این کار. حاطف از صدا میبدری لحد میگه چخیل بهشتی عمری من، میگه عمری من میگه در همین دزدی کفن گذشته، چخیل بهشتیم. گفته جنازه همین دا بدی؟ گفته بله. گفته در جنازه همین به طریق پنهان حسن بصری آمدگی بود، هیچ کس وی ندیده بود. همین جنازه دا شریک شد خواند خدا به طفیل حسن این اولیاش و عالم دورش تمام گناه همون روزه اشتراک کننده ها را بخشید، همشان ده مهر بهشت ماند تا نخود دوباره با دوزخ روی نکمی کرده. بین ما ده یک کسی هست که به طفیل او خدا گناه ما را میبخشه. ما اولیای خدا را نمیشناسیم، ما دوستای خدا را نمیشناسیم. اونها قالبشان در پیش ما هم، اما روح اونها در دیگر منطقه های، فکر اونها در دیگر منطقه های. مثلا که در حضرت صوفی علایار شیشتن در رنگ ما برای یک تمی خیلی داعی دعوتگر بالای منبر وصف دوزخ بیش کرده است. این خندیدن میگیره، میگن ای دیوانه چی میخندی؟ گفته پیش ما در بین دوزخ بیش یک قدم هست. همین بخوام گفته قدم هم میمونه میدرم. دوستای خدا تا این درجه را مستی خدا هم ناز میکنن به خدا. چیکار میکنن؟ ناز میکنن. گفته شما چگونه که پیامبر میگه که درباره دوزخ بیش گپ زد بعد گفت که دوزخ تا دیدگی همه خواب کرد. صحابه هم خواب کرد، گفتن نه. با عبدالله ابن عمر یاش بچه بود گفت من دیدگیم. وقتی درباره دوزخ بیش گپ میزدن صوفی علایار بخندید. تا چی میخندی آخی؟ این جای خنده دوزخ ده. گفت پیش اولیای خدا یک قدم های هم دوزخش میبینیم، گفت ما هم بیشه.